تا حالا شده توی خونت ویدیو پروژکتورت تا روشن میکنی به جای اینکه ویدیو پروژکتور روشن بشه با همچین خطایی روبرو بشی و ارور لامپ ویدیو پروژکتورت روشن بشه؟ به احتمال زیاد این به خاطر سوختن لامپ ویدیو پروژکتورته. برای اینکه بتونی خودت توی خونه لامپ ویدیو پروژکتورت رو عوض کنی، به نظر من ادامه این ویدیو را حتما مشاهده کن. برای اینکه این کار انجام بدی، اول از همه برق دستگاه رو قطع می‌کنی، چون ممکنه برق بگیرتت یا اینکه اتصال کوتاه کنه دستگاهت. توی دستگاه اپسون پشت دستگاه یه دونه پیچ هست که مربوط به لامپه. با پیچ کشتی اینو بازش می‌کنی، در روی دستگاه رو باز می‌کنی. بعد از اینکه در رو باز کردی، دو تا پیچ دیگه روی خود لامپت و روی هوزینگ لامپت هست. اول این دو تا پیچ رو باز می‌کنی و بعد به راحتی میتونی لامپ دستگاه‌تو در بیاری. به خاطر اینکه زمان ویدیومون طولانی نشه، من این قسمت رو سریع انجام میدم و لامپ رو باز میکنم، از داخل هوزینگ در میارم، دوباره میبندم و میزنیمش جا. بعد از اینکه لامپتون رو عوض کردید، لامپ نو رو توی هوزینگ میبندید، میذارید داخل دستگاه، در پشت دستگاهتون رو کامل میبندین. وقتی برق دستگاهتون رو وصل کنید، دیگه به احتمال زیاد با هیچ خطایی روبرو نخواهید بود. دوستان، جهت تهیه لامپ ویدیو پروژکتور میتونید با بچهای قسمت فروش ما ارتباط برقرار کنید تا با کمترین هزینه و بهترین کیفیت و لامپ اصلی از مجموعه سپاهان آیتی لامپ مورد نظرتون رو تهیه کنید. ببینید این کیفیت تصویر ویدیو پروژکتور بعد از اینکه لامپ دستگاه رو ما عوض کردیم. الان لامپ دستگاه کامل عوض شده و یه لامپ نو روی دستگاه داریم. موفق و پیروز باشید.